که خیلی حق گردن موتور سواری حرفه‌ای کشورمون داره. خیلی خوشحالم که مهمون برنامه دیدنی و خیلی هیجان انگیز دور موتورم. خیلی زحمت میکشن، خیلی هزینه میکنن، اما خانواده خاصی هستن. پوزشو بدیم، یه کاپ نخریدیم، همه رو فکر کردیم، ساختیم، قالبی ریزی کردیم، به کمک پرهام خیلی کمک کرد. من سومیشو برای خودم سوزوندم، بنا به اعتقادم، نه بنا به شخص خاصی. اصلا به هیچ عنوان من پای کسی وای نستادم، چون مطمئن بودم برعکسش کسی پام وای نمیسته. من فقط پای اعتقاد خودم وایسادم. یعنی حضور من توی بخش مثلا بخوایم در ارتباط با موتور اسپورت بگیم، با اتومبیل شروع شد. ببینی گفتم نه، من روز اول به شما گفتم که آقا اینا اگه رفتن حتما دور زدن. چجوری سر و شکلش به امروز رسیده و این تجربه های تو توی این زمانه خیلی میتونه جالب باشه. شما برو تمام کلاس ها رو جدا اختصاصی تو صفحه کمیته سوپرباک توی آپارات ببین. این اتفاقاتی بود که من بهش فکر کردم در حد توانمون. فقط یه ابلاغی گرفته باشیم و تحت عنوان مسئول کمیته هستش این شرایط پیش خواهد اومد. الان برای موتور سواری خب یه فصل تموم شد. از هفته آینده هوا خنک میشه، بارش شروع میشه، ما جایی نداریم به جز آزادی، لاستیک بارون یه حلقه نداریم داخل کشور، خب تعطیل.